در این جلسه که شما برادران عزیز حضور دارید، البته خواهران گرامی هم هستند، خطاب من بیشتر به برادرانی است که غلط میکنن، حرفای بد میزنن، افرادی که امروز میگن فردای دنیا فردای مذاکره است، فردای موشک نیست. امروز میگن ولایت فزرتیه. خب من تأیید نمیخواستم که شما تکبیر رسید. ببینید یک نظامی در عالم وجود دارد، نظام زورگویی، نظام ظلم. یک جماعتی هم در رأس این نظام قرار گرفتن از اول و او روحانیونه. حقا انصافا نظام جمهوری اسلامی فزرتیه. این حرف خیانته. ای بشکنه این دست که نمک نداره. منش راست کن رو بگو که تو حیف نون رو ولی فقی کردم. مزد من اینجوری میدی ها. حالا دیگه حرف من خیانته. باشه حالا نشونت میدم. اون زمان که تو هنوز ریش در نیاورده بودی من ریش امامو پوش میدادم. به من میگن اکبر هفت خط خطین میکنم فزرتی. یه ولی فقیه من بسازم که 6 تا ولی فقیه از توش در میاد.